سلام، من دکتر کامیار مکفندی هستم، متخصص ارتوپدی. امروز میخوام بهتون زانوبند زاپیامکس رو معرفی کنم. با ما همراه باشید. زانوبند زاپیامکس محصول شرکت زایستورنیک آلمان هست که یک شرکت کاملا معتبر در زمینه کالاهای پزشکی هستش. این زانوبند یک زانوبند معمولی نیست. این زانوبند هم بیماری زانوی شما رو درمان میکنه و هم درد شما رو از بین میبره. چجوری؟ با استفاده از تکنولوژی UIC که براتون توضیح میدم. تکنولوژی UIC ترکیبی از اولتراسوند، اینفرارد و کلاک پالسه که با همدیگه به لایه‌های درونی عضلات نفوذ میکنن، باعث آرامش بافت، تسکین درد و افزایش جریان خون میشن. واسه همینم هست که این زانوبند مثل یک فیزیوتراپی خانگی عمل میکنه و برای درمان و تسکین دردهای ناشی از آرتروز، روماتیسم مفصلی، پارگی‌های مینیسک، اسپاسم‌های شدید عضلانی، التهاب‌های تاندونی این زانوبند پیشنهاد میشه. اولتراسوند همون امواج صوتی بی خطر هستش که تو دستگاه سونوگرافی جنین هم از اون استفاده میشه. این تکنولوژی توی زانوبند زاپیامکس به این صورت عمل میکنه که با افزایش جریان خون بافتی باعث بازسازی بافت میشه. امواج مادون قرمز یا اینفرارد با ایجاد گرما در بافت هم باعث التیام خود دردهای بافتی میشن، هم جریان خون رو زیاد میکنه. این افزایش جریان خون با افزایش اکسیژن رسانی و رسوندن مواد مغذی به سلول ها باعث تسهیل روند ترمیم بافت میشن. کلاک پالس یک تکنولوژی جدیده که در واقع داره یک ماساژ آروم و ضرباندار رو برای عضله ایجاد میکنه. این ماساژ درد، اسپاسم‌های عضلانی رو کمتر و کمتر میکنه و کمک میکنه به بازسازی بهتر بافت. جعبه زانوبند زاپیامکس هستش که راحتی باز میشه. این بروشورش هستش، به زبان آلمانی و فارسی موجود هست. زانوبند هستش که به راحتی دور زانو بسته میشه. همچنین این محصول داخل پارچه از تکنولوژی UIC که خدمتتون توضیح دادم استفاده شده. این رابط آداپتورش هست و این هم آداپتورش. مزایای زانوبند زاپیامکس نسبت به فیزیوتراپی: هزینه کمتر، عدم نیاز به رفت آمد از خونه و عدم نیاز به حضور پزشک یا فیزیوتراپ هستش. مرسی که با ما تا آخر این ویدیو همراه بودید.